ولادیمیر ولادیمیرویچ بارتولد کیست؟ از خود چه آثار باقی گذاشته است؟ درباره ملت من و شما، درباره ملت تاجیک چه اثری نوشته است؟ آیا او باری هم به تاجیکستان آمده است؟ برای یافتن پاسخ به این سوال ها دوام نوار را تماشا کنید و به یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت آبونه شوید. بارتولد حقیقتگو. از پژوهش جستجوهای عالمان تاجیک معلوم می شود که واسیلی ولادیمیرویچ بارتولد سیومین شخصی است که سال 1925 با نام تاجیکان یعنی تاجیکی اثر علاهیده یعنی آچرکی تاریخی نوشت. محض او از اولین ها شده پرده از روی حقیقت برداشت و صدا سر داد که تاجیکان را فراموش کردند. به این اقتباس که ترجمه از آثار روسی اوست توجه کنید. وقتی سرقانونی جمهوری های ترکستان قبول شد، از بین ملت های ریشه‌دار یا اصلی تنها قرغیز ها، ازبک ها و ترکمن ها تصدیق یافت. اما ساکنان قدیمی این منطقه یعنی آسیای مرکزی، تاجیکان و فراموشی سپرده شد. چون این اقتباس ها و علمنامه ها در آثار بارتولد فراوان است و اگر آنها را اینجا بیاریم سخن به درازا خواهد کشید. ولی همین صدق می‌یابد که این مرد فاضل و حقیقتگو در بعضی موردها از خود تاجیکان بیشتر برای ملت ما جان کاهانده است. بانگ استراب زده است که این ملت تابع، بی زبان و بی هویت نیست. برعکس این قوم معظم سازنده تمدن، ادبیات و فرهنگ باستانی است. این همه سوز و گداز نوشتن آچرک علاهیده تاریخی و مهر این بزرگمرد به ملت ما از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ برای یافتن پاسخ به این سوال پیش از آن باید به زندگی نامه پرتضاد عالم آشنا شویم. بارتولد از روی بعضی حجت‌ها 3 و در بعضی دیگر 15 نوامبر سال 1869 در سنت پترزبورگ روسیه به دنیا آمد. پدر و مادرش آلمانی تباران روس شده بودند و زمانی از همبورگ آلمان به روسیه مهاجر شده آمده بودند. او از سالهای دانشجویی به تاریخ پرتلاطم مردمان شرق شوق داشت و آموزش را در جوانی آغاز کرد. اولین مقاله علمیش درباره دین نصرانی در آسیای میانه عنوان داشته با همین مقاله سزاوار مدال نقره دانشگاه شد. بارتولد سالهای 1891 1892 با توصیه عربشناس معروف روس رازن به فنلاندیا، آلمان، سوئیسریا، ایتالیا، آستریا و ونگریا سفر کرده دانش خود را تکمیل داد و نزد پروفسور میولر نازک‌های زبان‌های شرق از جمله زبان‌های عربی، فارسی، ترکی را آموخت. سال 1893 با راخت اکادمی علوم‌های روسیه و دانشگاه پترزبورگ بار اول به آسیای مرکزی آمد و جمع‌آوری مأخذها را دایر به تاریخ این سرزمین آغاز بخشید. چطور بارتولد به تاریخ تاجیکان رو آورد؟ سال 1893 اکادمی علم‌ها و دانشگاه پترزبورگ بارتولد را برای آموزش یادگاری‌های آسیای میانه به این منطقه فرستادند. در این سفر عالم جوان یادگاری‌های سمرقند و استراوشان، شهرستان و وادی فرغانه را نیز آموخت. از بس که داننده زبان‌های عربی و فارسی و خط این زبان‌ها بود، پی بررسی جدی مأخذهای خطی گردید. ضمن سفر علمی در تاشکند محفل دوستداران باستانشناسی را سازمان داده در روزنامه‌های ترکستانسکی ویدیموستی و اوکراین یک سلسله مقاله‌ها چاپ کرد. در خوجند، استراوشان و شهرستان نیز بسیار مأخذهای خطی را بررسی نمود. تحقیقات اولین بارتولد با نام ترکستان در دوران هجوم مغول‌ها سال 1902 انتشار یافت. در آن بار نخست سرچشمه‌های خطی زمان قدیم و عصر میانه خراسان بزرگ مورد تحقیق قرار گرفته تاریخ علمی آن نوشته شد. تنها در انگلیس 3 مرتبه سالهای 1928 1959 1967 به تب رسیدن این کتاب دلیل ارزش بلند داشتن آن است. پس از این بارتولد اثر تفسیری تاریخی جغرافی ایران را تالیف نمود که آن در آموزش فرهنگ تحکرسی توانا و علمی تاریخی آریانا زمین را محض اثرهای بارتولد گذاشته بود. او هر یک سنه و دلیل را دقیق می سنجید و برای حل هر یک مسئله تاریخی معلومات سرچشمه‌های خطی، مواد باستانشناسی، مردم شناسی، سکه شناسی و دیگر علم‌ها را به طور وسیع استفاده می‌برد. بارتولد اسلام شناس توانای سطح جهانی هم بود. سال 1912 او به تأسیس مجله علمی عالم اسلام اساس گذاشت و محرری آن بود. اکثر اثرهای او به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و زبان پارسی ترجمه و چاپ شدند. تاجیکی چگونه انشا شد؟ عثمان ایژانزاده یکی از تاریخ‌نگاران و باستانشناسان شناخته تاجیک به تاریخ تاجیکان مهر و رابطه مخصوص داشتن بارتولد را تاکید کرده
می‌نویسد. با تشکیل جمهوری تاجیکستان ماه ژانویه سال 1925 دانشمند روس در تاشکند جمعیت آموزش تاجیکستان و مردمان آریا اصل بیرون از آن را سازمان داد و تا سال 1930 این جمعیت فعال بود. و این جمعیت سمیونوف، اندریف و کارژینیوسکی نیز شامل بودند. برتولد اگرچه در پترزبورگ زندگی داشت با جمعیت همکاری زیست نموده برای اولین مجموعه آن تاجیکستان در سال 1925 مقاله تدریجی را نوشت. معلوم می شود که انگیزه نوشتن آچرک تاریخی تدریجی فعالیت جمعیت آموزشی تاجیکستان و مردم آریا اصل بیرون از آن بوده است. از بس که برتولد وقتی فعالیت علمی در روسیه مرکزی دیده و دانسته و سنجیده بود که تاجیکان قدیمترین ساکنان این منطقه اند، با خواهش جمعیت مذکور اثری تدریجی را نوشت و عالم شرقشناسی و این اثر در عالم شرقشناسی شور و غلیان انگیخت. هرچند در آن زمان این آچرک تنها یک گوشزد شدن حقیقت بود، اما بعدتر برای عالمان دیگر جاده تحقیقات را هموار کرد و دهها پسایندگان دیگر به حقیقت سخنان برتولد رسیدند و با تاجیکان با چشم خیرخواهانه نگریستند. تذکر باید داد که باباجان غفورov به پژوهش جدی و دامنه‌دار تاریخ ملت محض با انگیزه اثرهای برتولد بر این خاورشناسان آغاز کرد. این هم جای یادآوری است که محض با تشبث باباجان غفورov چندین کتاب‌های نهایت کمیافت و جالب و سلسله یادگاری‌های ادبیات شرق آثار اکادمیک برتولد در 9 جلد و 10 کتاب در سالهای 1963 و 1977 مواد سیمپوزیوم و کنفرانس‌های شرقشناسان سطحی جهانی روی چاپ آمدند. موصوف باباجان غفورov هنگام ایجاد تاجیکان که چون شناسنامه ملتی ما شناخته می شود از آثار برتولد استفاده برده در چند جا با سپاس درود عباره‌های برتولد درست تخمین میکند. نگرید به اثرهای برتولد و برتولد استناد آورده استفاده میبرد و اکثر اشاره‌های علمی این پژوهشگر جوانمرد را مهر تصدیق میزند. ولادیمیر ولادیمیرویچ برتولد همچون شرقشناس روس، پروفسور و اکادمیک اکادمی علم‌های روسیه شهرت و نام تمام داشت. 19 آگوست سال 1930 در لنینگراد جان به حق سپرد و مقبره گلفشانش آنجاست. ابوالقاسم لاهوتی شاعر بسیار آوازه‌دار تاجیک و پارس بعد از وفات برتولد سوگنامه می نویسد که آن مصرع‌ها چنین صدا می دهند: در بستر خاک خفته داننده شرق، در علم و فنون مرد نماینده شرق، او مرد ولی تا به ابد زنده بود، نامش بر ردیف نام پاینده شرق.